سلام خاله. خاله پروانه 40 ساله ناظم مدرسه که تا حالا هیچ شاگردی پرپر نشده از دستش در نرفت. محسن پاشو مگه اومدی سیزده به در؟ برو اون رشته هاشو بردار بیا ببینم. خدای به حق بزرگیت گره از کار همه باز، کنارش بخت و اقبال منو هم باز. چه قشنگه موی باختش، چه بلنده تازه عروس، چه قشنگه چه خوشنگه همه رنگ مثل تابوس، خوش به حال شادومان. اینجا چه خبره؟ ببخشید بدون اجازه شما شاد بودیم. به خدا فقط یه بمب اتم میتونه بیافته تو زندگیتون و جواب زندگی‌های نکرده‌تون پس بده. پیشنهادم اینه که شما بدون اجازه شاد باشید. من این کارو با عشق و زحمت زیادی ساختم. امیدوارم که دوست داشته باشین و از من حمایت کنید. بمب اتم، نویسنده و کارگردان مریم روزبهانی، تهیه کننده پویا پورمعانی.